سلام علیکم برادران قندم جوانای محترم نواسای قندی باباش حاضر ما در لب حوضای عبدالحکیم رئیس کارپوراسیون محیط تاجیکستان در ولایت سوغ. خب محترم رئیس کلام کم یکم چی صحبت که اویدی محیو چی گفتنی هستی؟ همین محیو 26 مای بود. مای اومدیم که ما ایکراش گرفتیم که شما میدونید که در همونجا ما نوار کردگی بودیم چقدر ایکراش میگیریم سمیناری محیط پرورو بود. ایکراش گرفتیم بعد ایکرا گرفتیم در اینکوباسیون موندیم. همین محیط تخمینا چند ماه است؟ اینم 6 ماه محیط کنید. برادران خانم میگم ساتیل بزنن کویسو. یک ساتیل بزنید ببینید. نزدیک برای بینندگان محترم که بسیار برای محیط توجه بسیار دارن و هر روز برابر میکنن. جانا بیو کنیجا میپرسن که چیکار کنم محیط. من محترم رئیس کنه نشونته امور نشونته امور همین امور چند ماهه که همین 6 ماه ماهی مارتینه نه مارت آخرین مارت اولی مارت آخری مارت مای ترسالو بگی ترسالو بگی چی نمود پیاسر ترسالو بگی کراسناداری راسی اومده همش راسی موهیوی سازن هم هست سازن کنه اگم سازن برو سازن هسته و اگم سازن رو کلام کنه سازن رو زرکن سازن رو که بسیار در پروس میکنن و میکنن سازن همین که عبدالحکیم همیسولا موهیه همیسولا مالیوک همیسولا بهترین خب حاضر همین شما و خوجگی های محیط پرور که اعضای کارخانه واحد دولتی محیط تاجیکستان هست انا باید دو دسته نه پول خطی یا که به پول رویگان دو دسته رویگان به پول 100,000 حسابی برنامه شدگیه که بده محیط تاجیکستان محیطه تقسیم داره همین محترم رئیس که بده محیط تاجیکستان اکای نایم میرالی حاضر در کجا چیکار همینجا ده گیجا شید چیکار حاضر اونجا چند روز دیگه قد شما چی باید مهنت میکنید چند روز شده همینجا شب و روز همینجا ده تقسیمات محیطه ما در همین تجربه کاری ما که ای سال 2008 با سپارش محترم جناب عالی پیشوای ملت مولا رحمان که مرا سرور خوجگی محیط پروری ماندگی در شهر وحدت ما همکاری داریم یگانه